طبق سپارش حکومت مملکت در حدود کشور همساله معرکه آبادانی و کبودیزارکنی به راه مانده شده. تمام کارخانه و مؤسسه ها و اهل جماعتچگی بهر باز هم زیبا و سرسبز گشتن کشورمان درختان سویافکن و میوه دهنده میشنانند. متاسفانه گاه‌ها برخلاف این اقدام نیک و آبادکارانه نفرانه یافت میشوند که به بریدن و نیست کردن درختان میوه دهنده و سویافکن دست میزنند. کارمندان ریاست اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی جهت حفظ طبیعت دیار فعالیت شبانه روزی میبرند. هفته روان از جانب کارمندان ریاست مذکور در یکجایی با کارمندان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شهروند عبداللهیف عبدالستار سال تولدش 1977 استقامت کننده ناحیه رودکی بازداشت گردید که در دهه معرفتی ناحیه مذکور با بریدن درخت دولانه مشغول بود. هنگامی از نظرگذرانی موضع مذکور معلوم گردید که نامبرده بیش از 100 عدد درخت میوه دهنده دولانه را بریده و به هیزم تبدیل داده است. درخت‌های دولانه را بریده، میوه‌دار را بریدم برای منفعت خودم. یک ماشین 700 تومان فروختم. یک ماشین دیگه خانه بردم. اینچنین از جانب کارمندان ریاست اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی دو دلیل غیر قانونی نگاه داشتن شیره کمال آشکار کرده شد. شهروند قربان و قربانعلی سال تولدش 1993 ساکن شهر ترسونزاده که بیش از 200 کیلوگرم شیره کمال را در منزل استقامتیش غیر قانونی نگاه می داشت دریافت و مصادره کرده شد. همزمان ساکن 24 ساله شهر ترسونزاده بایقلوف جمال‌الدین که اون زیاده از 16 کیلوگرم شیره کمال را در منزل زیستش نگاه می داشت دریافت و مصادره گردید. وابسته به حالت‌های مذکور موادهای ضروری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به مقامات دخلدار ارسال کرده شده است.